باید هر جوانی در زندگی و خصوصا باید پدر و مادر اون جوان از خردسالی در ذهن اونها برنامه رو، هدفی رو، مقصدهای عالی رو جای کند که بچه‌ام خودت در آینده باید عالم باشی، دانشمند باشی، نابغه باشی، باید پهلوان باشی، باید ماهر باشی، باید قهرمان باشی. در ذهن کودک باید جای کند. پس اون کودک این انسان از کودکی باید در ذهن و روح و روان و فکر اندیشش همیشه یک قهرمان بودن، غالب بودن، عالم بودن، حافظ قرآن بودن، یک دانشمند بودن، نابغه بودن را آرزو کند و برای به این آرزو رسیدن سعی و تلاش کند. اگر چنین شد، وقتی که هدف عالی دارد، مقصد عالی دارد، قله‌های بلند در روح و روان و آرزو دارد و برای به این قله‌های بلند رسیدن تلاش کند، هیچ وقت اون جوان نه ناکام می شود، نه معتاد می شود، نه بدبخت می شود، نه تنبل و غافل می شود. خداوند عزوجل پروردگار در قرآن میگوید که چیز؟ استعوذ بالله کل نفس بما کسبت رهینه. مسئولیت شخصی هر انسانی، حالا گفتم که باید در فکر فرزند چی پسر چی دختر از خردسالی باید در ذهنشان هدفهای عالی، مقصدهای عالی را جای کند. بهترین خصلت برای جوان دختر این حیا است. محبوب ترین زن برای شوهر این زنی با حیا است. هر چقدر زن حیا داشته باشد همون قدر محبوب می شود. هر چقدر بدوگو و دشنامچی و بیروی و بی‌حیا شد همون قدر منفور. یعنی اگر زیباترین زنی روی دنیا باشد لیکن بی‌حیا باشد، منفورترین انسانی روی زمین است. نفرت دارد، شوهرش هم نفرت دارد، اهل خانواده شوهرش هم نفرت دارند، همه نسبتش نفرت دارند. پس تجربه حیات زندگی اثبات کردگی است که محبوب ترین زن، حالا چی دختر باشد در خانه پدر و مادرش، برای اکا و دادرش، اپا و خواهرش، چی در خانه شوهر گسیل کرده شود و برای شوهرش و برای اهل خانواده شوهرش، محبوب ترین زن با حیاترین زن است. حتی حیا برای مرد هم یک خصلت نیک است. مردم باید حیا داشته باشد از هر گونه فحش و فسق و فجور و بی‌حیایی و دشنام و حقارت و بدگویی و بی‌حیایی باید حذر کند. برای همین باید که جوانی مسلمان همیشه با اندیشه باشد. ببینید یعنی کل نفس بما کسبت رهینه. هر انسانی هر کاری که انجام داد پس یعنی مسئول اون عملها و سخنهای انجام داده است، مسئول است. این کارهای انجام داده است، سخنهای گفته است هرگز از او چی نمی رود، دور نمی رود، همیشه با اون هست.